از اقتصادی کل دنیا در سال 2020 خیلی مشکل بود. یگان دولت در دنیا نیست که امروز بودجه خود را از نو تغییر نداد. یگان دولت نیست که با نشانداد اقتصادی خود رسید و کل دنیا را همین بحران اقتصادی در سال 2020 فرا گرفت. تصور به خود کنید که ولایت مختار کوهستان باشان از حساب مهاجرین 5 میلیون دلار وارد نشد. از حساب سیاحی اگر در سال 2019 به ولایت مختار کوهستان باشان 7000 سیاح آمد و به طور مینیمالی اگر 300 دلار خرج میکرد علاقه 2.1 میلیون دلار 7 میلیون دلار یا 70 میلیون سومنی ما فقط از دو منبع نگرفتیم. این تشکر به حکومت جمهوری تاجیکستان به پیشوای ملت که کل کارهای ساختمانی و اینوستیسیونی را در جمهوری و بخش ولایت مختار کوهستان باشان قطع نکردند. اگر امین 202 میلیون سومنی کارهای ساختمانی توسط ساختارهای دولتی، اگر امین دستگیری شریکان رشد در گفتن فقط 2 تا ایجنسی با مبلغ 40 میلیون دلار، اگر دستگیری خود امین مردم، سکتور خصوصی، باشندگان ولایت و شهروندان هموطنان ما که امروز بیرون از ولایت و جمهوری قرار دارند نمیشد، ما حتی به این نتیجه هم نمی رسیدیم. بسیار نشان داد که پس شدن اساسا در سایه خدمت رسانی پولکی، خدمت معیشی از حساب طربخانه ها، از حساب آشخانه ها، از حساب مهمانخانه ها، از حساب سرتراش و دیگر چیزا. چون که افسوس در مدت 9 ماه مردم اساسا مبلغ خود را هنگام پنج شدن این کسلی برای خرید دوروباری و برای خرید مواد غذایی صرف کردن و دیگر خدمت رسانا افسوس کم شد. ولی با تکرار میکنم که گرچه ما امروز میگیم که 92% پول سوبونسیون را گرفتیم و 10 میلیون نگرفتیم، این هم در شرایط بحران وضع اقتصادی نتیجه بد نیست. یگان نوع جمهوری با این قدر مبلغ از بودجه سوبونسیون نگرفت. بنابراین متاسفانه 3 ماه آینده هنوز وزین است و با گفته کارشناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران 6 ماه سال 2021 نیز سال مشکل برای کل دنیا میشه. از بدبختی اساسی که در سال 2019-2020 بود، این مسئله پنجشنبه کسل کرونا ویروس بود که هم به اقتصاد جهان و بخصوص به حیات انسان تاثیر خیلی جدی رساند و در دنیا زیاده از 300,000 نفر جان خود را امروز از دست دادند. ولایت مختار کوهستان بدخشان با دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان، سروریان، تشکیلات های ولایت آخوان، جامعه شهروندی، رضاکاران، شخصان بناموس چه در ولایت چه بیرون از آن توانستیم که با این کسلی مبارزه بریم. قسمت زیاد اهالی خود را از آن ایمن داریم، ولی وضعیت هنوز خیلی مشکل است.